خب ترس ما از طالبان خیلی زیاد است. زمانی که من اونا رو میبینم، البته ما هم جزگرایان، حس بسیار ناخوشایند به ما رخ میده. خون در رگهای ما خشک میشه. این جوان 23 ساله هر روزش را با ترس و نگرانی میگذراند. او هم جنسگرا است و به دلایل امنیتی نمیخواهد شخصیتش فوش شود. ما اینجا نابود میشیم، نسل ما نابود میشه. ما هم جزگرایان مظلومترین قشر جامعه هستیم. هرچند در افغانستان زندگی برای همجنسگرایان هیچگاه آسان نبود، اما این ساکن کابل میگوید با حاکمیت دوباره طالبان در بیشتر از یک سال اخیر شرایط سخت‌تر شده است. زمانی که طالبان اینجا آمدن ما چاره جز از پنهان شدن نداشتیم. در خانه های خود پت شدیم، درس خواندن نمیتونیم، کار کردن نمیتونیم. دیگه با خصوص که با فرند خود ما گشت گذار کردن نمیتونم، چون هدف از اونا معلومدار است. از دیگر باشان جنسی افغان مکمل نفرت دارن و آنها را به شدیدترین وجه شکنجه میکنن، حتی به قتل میرسانند. از خشونت به همجنسگرایان در افغانستان گزارش‌های زیاد می‌رسد. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید موردهای زیادی از کشتار، تجاوز جنسی و خشونت جسمی با این قشر جامعه را در بیشتر از یک سال گذشته در افغانستان ثبت کرده است. ما موردهای قتل، تجاوز جنسی، تهدید و حمله‌های جسمانی را با آنها ثبت کرده ایم. این خشونت‌ها در بعضی موردها مستقیم از طرف اعضای گروه طالبان و در حالت‌های توسط شخصان صورت گرفته است که با برگشتن طالبان خود را قدرتمند حس کردند. طالبان که در ماه اوگوست سال 2021 و پس از 20 سال دوباره در افغانستان حاکم شدند، همجنسگرایی را خلاف ارزش‌های اسلامی و گناه می‌دانند که سزاوار جزاست. افغانستان های کشور اسلامی است، اینجا همجنسگرایی جرم است و جامعه ما میره نمیپذیره و اسلام هم میره جدا رد میکنه. بنابراین ما در جامعه خود نداریم هم چون کسایی اگر بعضی از افراد از اثر اشغال پیدا شده باشند، طبعا که خلاف جامعه و ارزش‌های دینی ماست، جلوش گرفته خواهد شد. در افغانستان تبعیض، بدرفتاری و خشونت با همجنسگرایان نو نیست. به این قشر اکثریت با نفرت می‌نگرند. گروه آنها را بیمار می‌خوانند و صحبت درباره آنها در رسانه‌های محلی افغانستان تابوست. شماری افراد دیگر باش در افغانستان مشخص نیست، اما یک سازمان بین المللی دفاع از حقوق همجنسگرایان میگوید با آمدن طالبان 200 دیگر باش افغان از این سازمان تقاضا کردند که آنها را از کشور بیرون برند. زمانی که طالبان کابل را تصرف کردند 200 نفر در فهرست ما داخل شدند که به کمک نیاز داشتند. در همکاری با دیگر سازمان ها توانستیم تا حال 22 نفری آنها را به کانادا انتقال دهیم. 8 نفر دیگر را به اروپا فرستادیم. شمار زیادی دیگر هنوز در انتظارند. در افغانستان، کشور با بیش از 35 میلیون اهالی، تعدادی بیشماری همجنسگرایان هستند که گرایش جنسی آنها حتی از نزدیکانشان پنهان است. تعدادی اندکی از آنها مثل این شخص جرأت میکنند تا درباره گرایش جنسی خود گپ زنند، زیرا فاش شدن این راز ممکن است با نرخ جانشان تمام شود. چون افغانستان جایی نیست که بخوانی امن به همزگارا باشه، بجز از این که قبر و گورستان برایشان باشه.